درام برتان تقدیم میگم. برادر عزیز، در قسمت همین بیشرف بیناموس که اصلا یاور بچه بیریش است، این در امریکاست و فعلا موتروانی میکنه، در کار شرم نیست، اما این بیناموس بیشرف 24 ساعت ششته و غیر توهین میکنه و این خود از این دو جنایت دچار است. یکی از این که تبعیض نژادی رو دست میزنه و بعض ورقا و بعض کاراست که در قسمت از این جریان داره. شما متوجه باشین ان شاءالله که به اطلاعتان میرسه، چرا یک جرم است. این تبعیض نژادی رو زیاد دامن میزنه و 24 ساعت و اسنادیش وجود است. دیگه ای که دوست یا عسکر از دوره جمهوریت اونا هم شکایت کرده که گفته ای آدم به زبان خود اقرار کرده که در دولت خیانت کرده و خیانت از این ممکن باشه به بمبگذاری باشه و یا ای که توطئه باشه یا دهشت افغانی باشه در بین عساکر امریکایی و یا خود عساکر افغانی. در این دو موضوع ما این را پیگیری میکنیم. یک آدم بسیار بی‌شرف است و فعلا موتروانی میکنه، هیچ ارزش به خود نداره. دیگه ای که خان صاحب اگر یک انسان ادعا کنه که من فرانسوی هستم، من آلمانی هستم، من فلانی هستم، هیچ جایی را نمیگیره. تو باید ثبوت کنی این آدم این بی‌شرف یک هویتی که افغان داشت در تذکره از این افغان بودی را از دست داده، ایمان دخول است و در آینده اگه ایران برای شلاق میخوره در هر جای دیگه بری قابل قبول نیست و این بی‌شرف منتظر ان شاء الله دیپورت از این باشه. ببینین منطق از اینا جناب آقای امی عقل و منطق و ایمان سعی کنین دوست عزیز. یک دختر شابانوی افغان آمد، یک بانوی افغان که حتی برای زیر سیلی ادبی زد که من افغانستان نبودم. ببینین از این پرسان که شما چی رشته رو خواندی؟ گفته که من علوم سیاسی رو خواندم. بر اساس علوم سیاسی از ایشان یک سوال کرد که من ویدیو رو پیشتر ماندم و با بارها باز خواهیم گذاشت. علمی بانوی افغان از این پرسان کرد که اینمی فرق، شما سعی کنین فرق امی حقوق و قدرت طلبی در یک جامعه چیست؟ این شخص میگه برو از بزرگای او سوالی کرد که بر اساس مثل فرمول است. از تو فرمول سوال کرد، جوابش x است یا مثلا y است. تو باید جواب از او رو بتی. او به تو نگفت که تو برو پاچای، گفت تو به من دلیل بگو. برش میگفتی حاکمیت قانون، حاکمیت قانون، قانون عادلانه باید باشه. اون وقت میشه که تطبیق میشه بر مردم که بین، یعنی فرق بین رعیت و پادشاه در صفر میرسه. یک پادشاه هم در یک صف میتونه استاد شه، یک شخص رعیت هم میتونه که در یک صف نانوایی استاد شه. ببینید این جوابش منطقی بود. او گفت یعنی چگونه به وجود میاد قانون؟ باید بگی حاکمیت قانون، حاکمیت قانون با عدالت باید باشه. مثل قانونش نمونهش چیست؟ تو پاچای پشتون نگو، پاچای پشتون نمونهش امان الله خان است. حاکمیت قانون تو واری برده‌زاده از بردگی کشیده. اینی هم تاج کسانی که میگم من تاجدار هستم، هویت ملی مثلا اینه بچه مینی تاجت است. برو تو در مسکو بگو من تاجیک هستم. کلتان بدبختا خود اونجا افغان معرفی میکنیم. کجا نام نشانتان در کجاست؟ پدر نالتا غیر از میان به افغانیت تبدیل میکنید. خود سابق پشتون بود، گفتم خیر است. برو حالا ما عقده و کینه از پشتون حال سر افغانیت شروع کردین. شما بی شرم هستین، شما بی حیا هستین، نواسای غلام بچه هستین. دیگه چیزی به شما گفتن ندارم. خان صاحب محترم یک نکته دیگر را اضافه کنم. این آدم آنقدر بی‌شرف و بی‌هویت است و این آدم بی‌مسلک است. یک سابقه بود که جواد غازیار یک صحبت کرده بود. باور بکنید که فامیل از این، زن از این، دختر از این آنقدر فحش داد و بس صدایش ریکارد کردیم و این آدم اصلا به هیچ کس ارزش قائل نیست. این به نامایی که خودت میگوید که من فلانیستم، حالا من ادعا کنم که من فرانسویستم، من امریکاییستم، تو هیچ کاری نیستی. تو ادعا میکنه که اصلا خود در قالب هر کس که میزنه تو را فرانسوی فرانسویستم، صد بار تو را میکشن. تو یک هویت داشتی که هویت تو از دست دادی به حیث افغان، ولی هم در پاسپورت تو بی‌ناموس همون نوشته است. ارزشای این آدم بسیار زبان چرب داره، بسیار آرامزاده است، اما علم و دانش هرگز نداره و این آدم بسیار لچک است. یک آدم بعضی دوستایی که از صحبت کرده اونا رو دوباره از اونا رو سوال پیچ کرده، در حالی که خود از این از حقیقت فرار میکنه و این خود به هر چیز میچسبانه. خدا شاید است که اگه ایران بره شلاق خورده نفس از این میکشه در هر جایی که بره و این آدم میره براتون میگم که سر قبر پدر و مادر خود رفته نمیتونه بی‌هویت در افغانستان معنی دخول شده. این
بیناموسا را شما یادتان باشند که به حساب جنایاتی که مرتکب شده یکی از این تبعیض نژادی است و این من برای شما بعداً پست میکنم که کار ما تا یک اندازه را پیش رفته و تمام اسناد از این وجود داره. یک آدم بی‌شرف است. جواد غازیار که میگه از تبار خودم از فامیل دختر تمام فامیلش آدم فحش داده. این آدم یک آدم بی ارزش، یک آدم متروان است و این برش یگان وقت در چیزایش کامنت نوشتن میکنم. یا آمده به حساب اینجا غلامی میکنی فراری. این در دوره جمهوریت خود از این مزدور بود، حال فرار کرده میگه ما در اون خیانت کردیم. یک آدم بسیار بی ارزش بی‌ناموس است و نتایج این گپای خودش میگیره. از اونمو جایا بیخی بدم آمده بود. در اون جایا باز ما تا یک کلاپا آردر میبردم فامیلی معلومات فامیلی به زبان خودش اقرارم کرده، ویدیویشون موجود است. فامیلی که من ایرانی هستم، فامیلی اینی معلومات اگه ویدیو بکار باشه ویدیویی اسناد سرشتار که به زبان خود اقرار کرده که من ایرانی هستم. برادر عزیز، من همه چیزا را ریکورد کردیم و اسناد چند دفعه می چیزا تبلیغاتشون کرده بودم، گفته بودم دوستایی که اسناد داره. یک چیز خوبی است که حرفای و سخنایی که زده ای را نمیتونه پاک کنه. یک چیزی که یک بار در استودیو دوست عزیز کنین. خب جناب عقل منطق، خب ببینید این شخصی که امروز اومده افغانیت افغان میگه سگ، البته مینا جان دیگه گوشایت بگیره که نشنوی کمک به خاطر که اینجا می صدای از زیر من میمونه. می کثافت تازی پدر نالت را صدایش بشنه. این مردگه و تازی را به خاطر از اینکه قبل از اینکه تازی مردگه و نواسه غلام بچره اینا رو گوش کنین. به افغانیت تبیین کرده، گفت افغان یعنی سگ. سگ همو مینا گوشایت گرفتی یا نه؟ گوشایت نبیگی. خب یه زو اولاد دوشار می باشن. تازی یعنی این تازی پدر نالت میگه. افغان یعنی سگ. من میگم سگ همو سگ است که همو سمبوسه مادر چک زده. گوش کنین این پدر نالت تازی ره. بچه پاچه افغان خواره دادگم گایده بچه کسته زن نمیفهمی گفت احساساتی نشو یا ور سرم دمیکنه خواره کس مادر تازی زاده پدر نالت سر جد سر افغانیت توین کدی کس مادر فکر کدی که ما دیگه گم هستیم نمیاییم باز عزت آبرو به تو بی‌ناموس تازی میگیریم بر پدر نسلت نالت. اینی تاجداری تو مردگه و نیستن. توین میکنی کس مادر. تو فکر کدی خودتان فقط از کوره به در میرین. ما 1000 دفعه گفتیم 3 و 6 من 2 سال شد که کلمه تازی را نبردم سر شما بی‌ادبا کثیفا. ما هیچ وقت ما صحبت نکردیم مگم میبینم که شما پدرنالتا یک نفرتان پیدا نمیشه که برای در این مابین استاد چه به این تاجدار مردگه بتان بگه این کلمه افغان خود بی‌ناموس. خود تو در این کتاب بند پاسپورت افغانی خود امریکا بی‌ناموس امیال 6 هستی. خب فعلا خود تو در امریکا همونجا 6 هستی. در هویت ما بی‌ناموس رو سگ میگی. پدرنالت تازی مردگه و عرب. البته عربای افغانستان نمیگم، این مردگه و میگم که حرامی های عرب هستن، پسمانده های عرب. پدر نالت در این کتابی از تو آریایی نامده. تو باز علامدی سر تاریخ ما گپ میزنی. تاریخدان به هر کس میای میشینی میگی بالا امو سواد تاریخی داری. یعنی پدر نالت من 6 هستم اینجا استاد پدرای تین من 6 هستم. داری تو کدام مدرک ما برات پرسان میکنم منطقی نشان بده در 100 سال یک امضای در می سرزمین. پدر نالت پشت گیری خریج. من تو میگم امضایت نشان بده به مدت 100 سال. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشید. خوش آمدید. زنده باشی خان صاحب. من از خود یک سوال دارم. اینجا آمدم مقصد توهین نباشد. تاش لالا تاش نصیحت نکو. حاصله تو را ندارم. برو مستقیم